برای این قسمت تمرین در نظر گرفتم که میخوایم یک آیکون رو با هم دیگه طراحی کنیم. آیکونی که معمولا در وب و یا در صفحات دیوایس ها و تلفن های همراه یا تبلت ها میتونید اون رو ببینید. آیکون منظورم این هستش که آیکونی که طراحی میشه برای یک اپلیکیشن که در صفحه اینترفیس یک دستگاه هوشمند مثل تلفن همراه یا یک تبلت یا هر چیز دیگه ای ما میبینیم و روی اون در واقع اون رو انتخاب میکنیم، روش کلیک میکنیم و نرم افزار رو اجرا میکنیم. میخوایم یک آیکون رو طراحی کنیم و با توجه به این موضوع میخوام یک توضیحاتی رو برای شما عزیزان بگم با توجه به تجربه‌ای که خودم دارم و اطلاعاتی که کسب کردم. میخوام اون رو در اختیار شما هم قرار بدم اگر اطلاعی ندارید راجع به این موضوع. به طور مثال ما اگر یک دیوایس آیفون رو در واقع روی اون متمرکز بشیم، اگر دقت کنید آیکون هایی که در دیوایس آیفون و در سیستم عامل iOS در واقع طراحی میشه و قرار میگیره که برنامه‌نویسای زیادی هستن که دارن اپلیکیشن می نویسن، اما دارن همشون از یک استاندارد واحد برای طراحی آیکون استفاده میکنن. استانداردی که شرکت اپل اونها رو ملزم به در واقع رعایت کردن این استانداردها کرده. اما از چه الگوریتمی یا از چه الگویی به اصطلاح و چه گاید و یا راهنمایی استفاده میکنند که همه آیکون ها به طور کاملا محسوسی همونجور که دقت میکنید در یک استاندارد قرار داره و همشون با اینکه موضوع اونها، با اینکه عناصری که در اونها به کار رفته، با اینکه گرافیکشون کاملا فرق میکنه، اما خیلی به هم نزدیک هستن و به هم میخورن به اصطلاح. این در واقع الگو رو شرکت اپل طراحی کرده و در اختیار این برنامه‌نویسان و تولید کنندگان اپلیکیشن ها قرار داده. این چیزی هست که در واقع میشه گفت گوگل هم برای اندروید مدتی هست که این کار رو داره انجام میده، تقریبا نزدیک به یک سال، بیشتر از یک سال، با استانداردهای متریال دیزاین گوگل که قبلا هم راجع با هم صحبت کردیم در اختیار برنامه نویسان قرار داده و اونها رو ملزم به رعایت این استانداردها کرده که یک پارچه سازی در دیوایس های تلفن همراهی که از اندروید استفاده میکنند کاربران شاهد باشند. البته اگر بخوایم که بگیم اونها رو باید از کجا پیدا بکنیم، میتونیم در گوگل سرچ کنیم. متریال دیزاین رو اگر سرچ کنید، صفحه اولی که میاد در واقع اینجا صفحه هست که قبلا هم راجعش توضیح دادیم که میتونید استانداردهای گوگل رو در مورد طراحی گرافیک برای اپلیکیشن ها ببینید و بخونید. به طور مثال در استایل و آیکون اگر ما مراجعه کنیم، سعی کنید از یک نرم افزاری استفاده کنید که برای لود شدن این صفحات مشکلی نداشته باشید. عکس اگر اینجا نمیاد به دلیل اینکه هست که باید از فیلتر شکن من استفاده کنم که اینجا من فیلتر شکنی استفاده نمی کنم و اگر استفاده کنید عکس ها هم لود خواهد شد. بله، به هر صورت میتونید به این صفحه بیاید و رنگ ها، آیکون و یا خیلی از چیزهای دیگه ای که مربوط به طراحی در واقع ساختار و الگوی طراحی برای همه برنامه‌نویسان هست رو ببینید. اطلاعات بسیار مفیدی رو میتونید در اینجا به دست بیارید. اما ما میخواییم که در اینجا یک آیکون رو طراحی کنیم و به طور مثال از iOS استفاده کنیم و یکی از آیکون های اون رو با هم دیگه کار کنیم، طراحی کنیم و بعد راجع به رزولوشن هم میخوایم صحبت بکنیم که خیلی مهم هست. بحثی هست که خیلی ها دچار تردید و سردرگمی هستند. من با توجه به اطلاعاتی که کسب کردم از اینترنت یا از هر جای دیگه و تجربیاتی که دارم، اون رو در اختیار شما قرار میدم. امیدوارم بتونه بهتون کمک بکنه. و قبل از اینکه شروع کنم راجع به این مسئله صحبت کنم، این رو هم یادآور میشم که اصلاً و هرگز اینجوری نیست که من حتما درست میگم.
و این اطلاعاتی که در اختیارتون قرار میدم تجربیات شخصی من هست و مشکلی هم باشون نداشتم تا الان. هر طراحی هم که انجام دادم و در اختیار مشتریان در واقع قرار دادم، همه راضی هستن و درست هست همه چی و هیچ مشکلی هم به وجود نیامده تا حالا. خب میریم به سراغ طراحی این آیکون. یک چیز خیلی محسوسی که در قبل از اینکه وارد بشیم در این آیکون ها میبینیم، این دایره ای هست که شما میتونید در خیلی از آیکون هایی در اینجا قرار داره ببینید. همشون این دایره رو به یک اندازه مساوی دارند. این رو میخوام که دقت داشته باشید که ما وقتی وارد میشیم به اون الگوریتم یا اون در واقع الگوی اصلی اپل، متوجه خواهید شد که چرا اینها به این ترتیب هستند. 3 تا سایت رو به شما عزیزان من معرفی میکنم که لینکشون رو در پست در واقع همین مطلب این تمرین قرار دادم. میتونید با کلیک کردن بر روی اونها به این لینک ها هدایت بشید. ابتدا اینکه باید یک فایل الگو رو ما دانلود بکنیم که به صورت یک فایل PSD هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم. فایل الگویی که برای الگوی آیکون های اپل هست. اینجا بر روی این گزینه کلیک میکنید، حجم 3 مگابایت اون رو به صورت یک فایل PSD دانلود میکنید و لینک بعدی یک فایل PSD موکاپ هست از یک دیوایس تلفن همراه که این رو زیاد در اینجا ما نیازی نداریم. فقط اینو به این دلیل گذاشتم که ممکنه بعضی از دوستان دوست داشته باشن که این فایل های آماده‌ای که گوشی های آماده‌ای که میبینن و تغییرات رو برای اون اعمال میکنن رو داشته باشند. اینجا چند نمونه از گوشی و تبلت و آیمک های در واقع اپل هم هست که میتونید با کلیک کردن بر روی هر کدوم از اونها به صورت رایگان فایل PSD آماده اون رو دانلود کنید و در فتوشاپ مورد استفاده قرار بدید. و همینطور اگر دوست دارید که بک‌گراند های در واقع آیفون رو داشته باشید، بک‌گراند های iOS 9 میشه و میتونید از این لینک اونها رو از یک درایو گوگل هست میتونید به راحتی دانلود کنید. این رو هم اینجا من کلیک میکنم که ببینید. درایو گوگل وقتی باز شد به راحتی بر روی عکس ها کلیک میکنید. هر کدوم عکس ها رو به طور جداگانه و به طور مثال این عکس رو ما دانلود میکنیم، از این قسمت اون رو دانلود میکنیم. اگر اینجا گزینه دانلود نیامد به راحتی از اینجا میتونیم اون رو دانلود کنیم. این هم از این. خب حالا من میخوام که با استفاده از ساختاری که دیدید، یعنی این فایل PSD رو وقتی دانلود کردید، میخوام با استفاده از این الگوها یکی از آیکون های iOS 9 رو طراحی کنم. حالا یکی از این آیکون ها سفری میتونه انتخاب خوبی باشه، یعنی آیکون اپلیکیشن سفری رو طراحی کنیم و یا آیکون فوتو رو طراحی کنیم. خب سعی میکنیم این رو طراحی کنیم که چند تا شیپ هم داره، اون رو هم با هم دیگه طراحی میکنیم سفری رو و از کنارشون رد میشیم. فقط میخوام که ببینید به چه ترتیب میتونید به راحتی با ابزار وکتور این کار رو انجام بدید. یک صفحه من باز میکنم که در مورد DPI هم با هم دیگه صحبت کرده باشیم. اگر شنیده باشید برای طراحی صفحات وب همه برنامه نویسان تا اونجایی که من دیدم، همه برنامه نویسان تحت وب، اونایی که طراحی گرافیک وب رو انجام میدن، گرافیستایی که شاید کد نویسی نمیکنن و فقط در واقع اون صفحه گرافیکی وب رو طراحی میکنن. صفحه گرافیکی وب میشه گفت شامل، به طور مثال اگر سایت رو ببینید، این چیزی که در اینجا میبینید، این ستونی که در اینجا میبینید یا مثلا این خبرنامه‌ای که اینجا نوشته شده و
هر چیزی که در اینجا به لحاظ گرافیکی میبینید اینها طراحی گرافیکی صفحات وب هست. خب و برنامه‌نویسان وقتی میخوان که شروع کنن و یک صفحه وب رو در واقع طراحی کنند، باید یک رزولوشن استانداردی رو در نظر بگیرند و یک اندازه‌ای برای در واقع این کار. مانیتورهای ما همونجور که میدونید الان دیگه مانیتورهای بیشتر از اندازه رزولوشن 2000 پیکسل به بالا وجود داره در بازار که فول اچ دی هستند و بسیار هم کیفیت خوبی دارند. مانیتوری که من دارم استفاده میکنم 1080 هست به اصطلاح، یعنی 1920 از این قسمت، یعنی به صورت افقی اگر حساب بکنیم میشه 1920 و به صورت عمودی میشه 1080 یا 1080 که این یک مانیتور فول اچ دی محسوب میشه. اگر که این 1080 به زیر 1080 در واقع تبدیل بشه و شما در رزولوشن کامپیوترتون یک رزولوشن زیر 1080 داشته باشید، یک رزولوشنی میشه در واقع به نام 720 که اون هم HD هست، نمیتونیم بهش بگیم فول HD. در این رزولوشن ها معمولا DPI با توجه به این که در چاپ و صنعت چاپ حد اکثر رزولوشنی که لازم بوده از قدیم تا به حال برای چاپ 72 پیکسل بر اینچ بوده، برای همین مانیتورهایی هم که ما میبینیم حداقل میشه گفت که رزولوشن رو که ساپورت میکنن 72 بر اینچ هست. حالا اگر بخوایم که این رو محاسبه بکنیم در هر مانیتوری چه رزولوشنی در واقع ما خواهیم داشت، یک مقدار کار رو سخت خواهیم کرد. و اگر بخوایم یک صفحه یک وب رو گرافیکش رو طراحی بکنیم، یک آیکون رو برای یک دیوایس یا هر چیز دیگه ای که مربوط میشه به گرافیک وب، مطمئناً به مشکل برخواهیم خورد، چون ما با مانیتورهای با اندازه ها و رزولوشن های متفاوت در واقع روبرو خواهیم بود. بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم این هستش که حداقل پیکسل رو ما در نظر بگیریم که اون هم 72 پیکسل بر اینچ است. رزولوشن رو ما حداقل رو در نظر بگیریم. اگر زیر این اندازه در نظر بگیرید، کار شما قطعاً با کیفیت بسیار بدی روبرو خواهد شد و بهتر هست که اصلا زیر این پیکسل ما اندازمون رو قرار ندیم و نبندیم. ما اینجا پس برای اینکه زیاد وقت گرفته نشه میایم و در قسمت در واقع اون تنظیم سند اولیه‌مون مقدار رو بر روی پیکسل قرار میدم، اندازش رو میزنم 1920 در 1080 و رزولوشن اون رو بر روی 72 پیکسل بر اینچ و نه بر سانتی متر تعریف میکنم. 72 این حداقل رزولوشنی است که ما میتونیم در نظر بگیریم. اون چیزی که الان شما در سایت میبینید وقتی سایت رو اجرا میکنید، خب، و اون تصاویر رو که میبینید، رزولوشن همه این تصاویر 72 بر اینچ هستش. حالا اگر من بخوام کیفیت اون رو بالا ببرم هیچ مشکلی نداره، اما اگر کیفیتشون رو پایین بیارم مطمئنا در اینجا کیفیت بسیار بد خواهد شد. اما حداقل کیفیت 72 پیکسل بر اینچ هست که این میشه یک اندازه قابل قبول و استاندارد. پس ما هم داریم با این اندازه الان کار میکنیم. شما اگر دوست داشتید میتونید حتی DPI تون رو بر روی 96 پیکسل بر اینچ و یا بر روی 110 پیکسل بر اینچ یا 130 پیکسل بر اینچ هم قرار بدید. اما اگر ببرید بالای 200 پیکسل بر اینچ یا حتی به نظر من بالای 150 پیکسل بر اینچ، یک مقدار حجم فایلتون زیاد میره و برای وب بهتر هستش که ما کمترین حجم رو در نظر بگیریم. بهتر است که حداقل DPI که 72 بر اینچ هست در نظر بگیریم و وقتی سیو میکنیم میتونیم یک حجم قابل قبول رو برای وب داشته باشیم که زیاد هم فایلمون در وب سنگین نشه. پیشنهاد من این هست که همیشه 72 بر اینچ برای طراحی وب در نظر بگیرید. خب میخوایم که اون آیکون رو در واقع آیکون سفری رو طراحی بکنیم. این همون دایره هست که همه دایره هایی که در اگر یک
در واقع آیکون از یک دایره هم تشکیل شده باشه، این دایره در واقع اینجا قرار میگیره. خب من این رو ببینید یک پوشه اینجا ما داریم به نام گایدز که خطهای راهنما هستن. در واقع اگر اون رو خاموش کنم خطها از بین میرن. یک لایه هم داریم که در واقع اون میشه گفت فرم گوشه های این در واقع مربع آیکون رو برای ما اندازش رو تعیین کرده. من در این صفحه در بالای این لایه که استروک و گریدینت اون رو برمیدارم اصلا کلیک راست میکنیم و کلر لیر استایل رو میزنیم که لیر استایلش پاک بشه و بعد چون شیپ هست برای خودش دابل کلیک میکنیم و به این صورت یک رنگ خاکستری تقریبا برش ایجاد میکنم. خب یک دایره باید رسم کنیم برای اون فرم سفری. یک با استفاده از ابزار الیپس تول این کار رو انجام میدم و یک دایره من در اینجا رسم میکنم. با گرفتن کلید شیفت میتونیم دایره رو به این حالت به راحتی رسم کنیم. رنگش رو تغییر میدیم و بر روی مشکی میگذارم. یک مقدار اوپاسیتی رو پایین میارم و سعی میکنم که این دایره رو دقیقا در بر روی این الگو قرار بدم. کنترل تی رو میزنم. کلید شیفت رو میگیرم و اندازه رو تغییر میدم به این صورت. خب تا جایی که امکانش بود سعی کردم این اتفاق بیفته. اگر بخوایم که دقیق کار کنیم بهتر است که حتما اینها رو در یک در واقع اندازه قرار بدیم. من یک ذره دیگه این رو تغییر میدم و بالا هم که تغییر کرده پایین هم به همین ترتیب. خیلی خوب. این اون دایره‌ای هست که ما نیاز داریم. میایم و اون رو یک گریدینت بهش میدیم. من اوپاسیتیش رو بالا میبرم، یک گریدینت برای اون تعریف میکنم و از رنگ آبی اگر اشتباه نکنم استفاده شده بود رنگ انتهایی رو هم انتخاب میکنیم و یک مقدار روشن‌ترش میکنم به این صورت. خب در حالی که ما در واقع گریدینتمون رو فعال کردیم، خب میتونیم اینجا اون رو بالا یا پایین کنیم، در واقع تغییر بدیم جاش رو. یه مقدار به این صورت اون رو تغییر میدم و اوکی میزنم. حالا میخوایم که حالت عقربه رو براش ایجاد کنیم. با استفاده از این قسمت من پالیگان تول رو انتخاب میکنم و ساید رو بر روی 3 قرار میدم، یعنی 3 زل میخوایم ما رسم کنیم. میخوایم یک مثلث رسم کنیم. این مثلث رو به این ترتیب رسم میکنم، رنگش رو قرمز میکنم و در اینجا ابزار دایرکت سلکشن تول رو انتخاب میکنیم. یک کلیک میزنیم در محیط این و کلید شیفت رو میگیریم و به سمت پایین اون رو میکشیم به این ترتیب. حالا کل این شیپ رو با هم دیگه انتخاب میکنم، کنترل تی میزنم و اندازش رو سعی میکنم کوچیک کنم. کلید شیفت رو میگیریم و به صورت 45 درجه اون رو میچرخونیم به این صورت و اون رو در مرکز اینجا قرار میدم به این ترتیب. یک کپی از این میگیرم، داپلیکیت میگیرم و اون رو بر روی رنگش کلیک میکنم و سفیدش میکنم. خب حالا کنترل تی میزنم
منتها دقت کنید که این خطی که اینجا قرار گرفته اینها باید دقیقا در وسط این خط بیفتن. شاید من اینها رو اینجا رعایت نکنم، ولی در نظر داشته باشید حتما این کار رو انجام بدید. ببینید با ابزار شیپ به راحتی میتونیم این فرم رو به این صورت طراحی کنیم و در انتها هم اگر ما بک‌گراند رو یک رنگی برش بگذاریم و قفلش رو آزاد میکنیم و یک رنگی به این ترتیب برش قرار میدیم و بعد اینجا آیکون رو من سفید میکنم و حالا خطوط گاید رو خاموش میکنیم. میتونیم به راحتی این آیکون رو به این ترتیب طراحی کنیم. حالا اگر خواستیم خطچین ها رو هم طراحی کنیم که اون هم نیاز به یک زمان داره که این کار رو انجام بدیم. حالا میخوایم که یکی دیگه از آیکون ها رو با هم دیگه کار کنیم، آیکون فوتو رو با هم دیگه کار کنیم که در اینجا هم من قرار دارم میتونید ببینید. خب اینجا هم اگر دقت کنید دایره مرکزی به این ترتیب هست، یک دایره هم اینجا رسم شده، یک دایره هم این قسمت و اونها رو به هم از زیر متصل کردن. این رو هم با هم دیگه رسم میکنیم که با رسم آیکون ها با وکتور به راحتی آشنا بشید. من این رو وارد پروژه میکنم، در واقع و بالای همه قرارش میدم، کنترل تی میزنم، یک مقدار اپاسیتی رو پایین میارم که بتونیم به راحتی ببینیم. به این صورت. خب این رو به زیر گاید ها میارم و گاید رو روشن میکنم. اینو به این دلیل این کار رو انجام دادم که بتونید ببینید که به چه ترتیب گایدی که در اینجا ما میبینیم استفاده شده ازش و این دایره ها در اونجا رسم شده. گاید رو من میبندم و این رو هم رسم میکنم. ببینید به راحتی میتونیم اینها رو من پاک میکنم. در بالای همین شیپ من باز هم الیپس تول رو انتخاب میکنم و یک دایره در اینجا رسم میکنم. این دایره رو سفید میکنیم رنگش رو، کنترل تی میزنم و در مرکز اون رو قرار میدم. میبینید این مرکز میتونه به راحتی به ما کمک کنه به این صورت. حالا یک کپی از این لایه میگیرم، کنترل در واقع کلیک راست، داپلیکیت لیر و بعد لایه زیر اون رو زرد میکنم و حالا اون رو به بالا انتقال میدم. به این ترتیب در اینجا قرارش میدم و حالا باید دو تا دایره دیگه بین این دو لایه ایجاد کنیم. یعنی بالای همین لایه من به وسیله ابزار الیپس تول مجددا یک دایره دیگه رسم میکنم. سعی میکنیم که فعلا از یک رنگ متضاد استفاده کنیم. به این صورت. حالا این سه لایه رو چون یکی هستند به اضافه بالایی با کلید شیفت همه رو انتخاب میکنیم. خب و کلیک راست و مرج شیپ رو میزنیم به این ترتیب. این هم سفید هست و این هم از این لایه و میمونه در واقع این بک‌گراند اصلی آیکون. یک کنترل جی میزنم، کپی ازش میگیرم و در اینجا اون رو قرار میدم. کلیک را در واقع بر روی اون دابل کلیک میکنیم یا کلیک راست بلندینگ آپشن و میام به لیر استایل و یک استایل گریدینت اوورلای به اون میدیم. اینجا ریورس میکنم اون رو و اسکیل رو بیشتر میکنیم. میتونیم رنگ رو هم تغییر بدیم به این صورت و اگر گاید رو خاموش کنیم هم میتونیم این آیکون رو به این ترتیب در اینجا داشته باشیم.
که این همون آیکون اولی هست و آیکونی که ما درست کردیم به این ترتیب. یک مقدار گریدینتش رو باید تغییر میدادیم که من این کار رو نکردم. خب برای حالا شیپ بعدی هم سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم. خب این رو بالای همه لایه ها میبرم و ابتدا یه دونه از این شیپ ها رو با هم دیگه رسم میکنیم به وسیله راندد رکتانگل تول. یه دونه من رسم میکنم که طول و عرضش در واقع یکی باشه. اوپاسیتی رو در همین لحظه کم میکنیم بتونیم ببینیم لایه زیری رو. کنترل تی رو میزنم و سعی میکنم که اون رو دقیقا به این اندازه رسم کنم. بعد هم میتونیم مجددا اون رو درست تنظیم کنیم. حالا میخوایم که این پخی رو براش ایجاد بکنیم. ببینید 4 تا گوشه ما اینجا داریم. این 4 تا گوشه رو اگر قفل رو فعال کنیم که در اینجا به صورت دیفالت فعال هست، یکی رو که تغییر بدیم بقیه تغییر میکنه. اگر نه میتونیم این قفل غیر فعال کنیم و هر گوشه رو به تنهایی در واقع اون مقدار رادیوسش رو در واقع تغییر بدیم. خب در اینجا من قفل رو میزنم و این رو بر روی 80 قرار میدم. چون دی پی کار بالا هست مقدار ما هم به نسبت تغییر خواهد کرد. خیلی خوب، همون کافی است. یا 260. حالا باید این رو تکرار بکنیم اینها رو و به ترتیبی این شیپ ها رو ایجاد بکنیم. برای این کار من این لایه زیر رو خاموش میکنم، لایه زیر اون رو هم خاموش میکنیم و گایت ها رو روشن میکنیم. خب ابتدا من باید ببینم که این شیپی که رسم کردم درست بر روی مرکز گایت ها قرار داره یا خطا، در واقع خطای راهنما. کنترل تی میزنم، اون رو ترانسفورم میکنم و همونطور که میبینید مرکزش رو باید به این طرف بیارم، به این ترتیب. و این قسمت هم جاش مناسب هست. خب اینتر رو میزنم، یک کپی از این لایه میگیریم و اون رو به پایین میاریم. در حینی که داریم پایین میاریم کلید شیفت رو میگیریم که در یک خط مستقیم پایین بیاد و در اینجا اون رو رها میکنم. همونطور که میبینید یک مقدار فاصله داره که باید اون رو فاصلش رو رفع کنیم. خیلی خوب، حالا این دو لایه رو با هم دیگه انتخاب میکنیم با گرفتن کلید کنترل جی رو میزنیم یا داپلیکیت میکنیم مجددا. در حالی که مورد انتخاب هستن کنترل تی رو میزنم و کلید شیفت رو نگه میداریم و اون رو زاویهش رو به این ترتیب 90 درجه میچرخونیم در جای خودش به این ترتیب. حالا میخوایم که این 4 تا رو با هم دیگه تکرار کنیم. باز هم کلید شیفت رو میگیریم و 4 تا رو انتخاب میکنیم، داپلیکیت لیر و یا کنترل جی رو میزنیم. 4 لایه بالایی هم مورد انتخاب قرار میگیره. کنترل تی رو اینجا میزنم و با گرفتن کلید شیفت 45 درجه زاویه رو تغییر میدیم به این ترتیب. 45 درجه زاویه تغییر میکنه و میبینید که شیپ ما به راحتی اینجا رسم میشه. حالا ما باید رنگ ها رو تغییر بدیم. اوپاسیتی رو بالا میبرم، برای لایه های پایین هم به همین ترتیب عمل میکنیم و شروع میکنیم رنگ ها رو عوض میکنیم. ابزار موو رو انتخاب میکنم، با کلید کنترل میتونم به صورت جداگانه هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنم. اینها رو انتخاب میکنم و بالای لایه گاید قرار میدم به این ترتیب. و حالا شروع میکنم به انتخاب کردن اینا. یکیشون رو که انتخاب کنید میتونید با کلیک کردن بر روی این شیپ رنگ اون رو تغییر بدید. رنگ اول ما نارنجی هست، رنگ دوم ما زرد هست. یک کنترل رو میگیرم، یک کلیک میکنم که به راحتی پیدا کنم. رنگ سوم ما تقریبا سبز هست.
که دقت میکنید این حالتی که شفاف هست به دلیل این هست که فیل این لایه ها پایین اومده. خب لایه بعدی ما هم تقریبا بنفش هست. خب حالا اینا رو باید اوپاسیتیش رو تغییر بدیم. همه رو با هم انتخاب میکنم و فیل اون رو اول تغییر میدم، بر روی 50 میگذارم یا بر روی 90 اینجا قرار میدم و اوپاسیتی رو حالا بر روی 70 قرار میدم. به این ترتیب میتونیم فرم اوپاسیتی یا هر چیز اون رو تغییر بدیم و به این نتیجه برسیم. گاید رو هم اگر خاموش کنیم میتونیم نتیجه رو با هم دیگه ببینیم. پس ما با استفاده از این خطوط راهنما میتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم. حالا اگر میخواین که آیکون های متفاوتی تولید کنید که برای وب نیست، برای کار خودتون هست، کار شخصیتون هست، پیشنهاد من به شما اینه که حتما یک الگویی رو برای خودتون در نظر بگیرید که به راحتی و به سرعت بتونید کارتون رو انجام بدید و همیشه کارتون هم در یک سبک و سیاق خواهد بود. این یک توضیح مختصری بود که برایش در واقع طراحی آیکون و یا چه مسائلی رو در نظر بگیریم در طراحی اولیه من برای شما عزیزان ارائه کردم. اون چیزی که من اطلاع دارم. اگر بیشتر از اینها باشه من اطلاعی ندارم و بهتره که از مرجع‌های دیگه استفاده کنید. اما در واقع بعضی از کاربران و دوستان عزیزی که در تلگرام همراه ما هستند از من سوال پرسیدن که آیکونی که برای دانلودها در سایت به تازگی قرار دادید چجوری درست شده؟ آیا آماده هست یا خودتون درست کردید؟ آیکون هایی که در اینجا شما میبینید چیز خاصی نیست، یا همین تصاویری که در اینجا میبینید، همین تبلیغاتی که ما مثلا اینجا برای کانال تلگرام گذاشتیم، برای گروه تلگرام، برای اینستاگرام، فیسبوک و یا یوتیوب. خب اینها به راحتی طراحی میشه و تمامش استانداردهای وب رو در نظر گرفتیم و پس از اینکه کار رو طراحی کردیم به وسیله لیر استایل ها به اونها استایل دادیم و فرم حالت دادیم. دوستان خواستم بدونن که این آیکون چجوری تهیه میشه و پرسیدن که آیا میشه بگین چجوری آموزش دادین، چجوری این رو درست کردیم، میشه آموزشش بدین؟ کاری نداره، چرا نشه. همین رو با هم دیگه کار میکنیم و همین رو ببینیم به چه ترتیب من این رو ساختم. خیلی ساده است. اینجا من اون رو در واقع ذخیره کردم که بتونیم با هم دیگه اون رو درست کنیم. خب اندازه این آیکون 72 پیکسل بر اینچ هست، اندازه در واقع DPI و رزولوشن اون. به همین دلیل وقتی اینجا وارد این سند میکنیم، چون این سند خودش هم 72 بر اینچ هست، میتونی به راحتی به صورت استاندارد اون رو ببینیم. خب من این دوتا فایل رو پاک میکنم. برای اینکه در حین کار شما کیفیت واقعی رو ببینید وقتی که یک DPI 72 پیکسل بر اینچ رو دارید، به وسیله کلیدهای ترکیبی Alt Ctrl 0 میتونید اون رو به اندازه واقعیش ببینید. اگر یک بار بزنید، اگر آنزوم باشید Ctrl Alt 0 رو بزنید این به این حالت برمیگرده. اگر آنزوم یا آوت زوم باشید به این حالت برمیگرده. اگر هم جلو باشه که Alt Ctrl 0 رو بزنید باز هم به همون حالت اول برمیگرده. این Alt Ctrl 0 در حالیه که ما اگر ابزار زوم رو انتخاب کنیم و کلیک راست کنیم یک گزینه در اینجا به عنوان پرینت سایز میبینیم. در واقع Alt Ctrl 0 پرینت سایز رو برای ما به صورت شورتکات میتونیم سریع به دست بیاریم. خب من Alt Ctrl 0 میزنم، اون رو نزدیک میکنم و میخوایم که یک اینجور در واقع فرمی رو با هم دیگه درست کنیم و تمرین رو تموم کنیم. خب من همونطور که میبینید از ابزار وکتور برای این کار استفاده میکنم. اون رو رسم میکنیم و اینجا میتونیم اندازش رو تغییر بدیم. 25 پیکسل برای گوشه ها در نظر میگیرم. حالا میخوایم که یه ذره طولش رو بیشتر بکنیم به این ترتیب.
در فتوشاپ های قدیمی یک اشکال، قدیمی که میگم CS به پایین، CC به بعد، این مشکل حل شده. در فتوشاپ های ورژن پایین تر از CC، وقتی که ما این شیپ رو در واقع اینجا ایجاد میکردیم و این گوشه ها رو هم رادیوسش رو قرار میدادیم هر اندازه که میخواستیم، و بعد اگر کنترل تی میزدیم و تغییر میدادیم، این رادیوس کشیده میشد و حفظ نمیشد به هم، مثلا به همین صورت 25 پیکسل. به چه ترتیب؟ مثلا کنترل جی میزنم، یه دونه برای تست بهتون نشون میدم. به طور مثال انگار نه انگار که این فایل مثلا وکتور هست. اگر من کنترل تی بزنم و اون رو بکشم، همونطور که میبینید گوشه ها خراب میشه. ولی اینجا اون پخی 25 پیکسلی اگر ما هر چقدر اون رو اندازش رو تغییر بدیم حفظ میشه، ولی اینجا نه، این اتفاق نمیافته. بله، ولی در CC به بعد این مشکل رفع شده و خوشبختانه دیگه ما با یک همچین معضلی روبرو نیستیم. پس اگر از فتوشاپ های ورژن پایینتر از CC استفاده میکنید ممکنه به این مشکل بر بخورید. خب ما همین اندازه رو حفظ میکنیم. رنگش رو تغییر میدم که متفاوت بشه، یک رنگ متفاوت تایی درست کنیم. از این رنگ استفاده میکنیم. ابتدا برای شروع باید یک استایل سایه‌ای برای اون ایجاد کنیم. کلیک راست میکنم برای اون. اینجا رو دقت کنید، اگر آشنا نیستید میتونید به راحتی اینجا با این مقوله بلندینگ آپشن ها برای استفاده در وب آشنا بشید. اگر ما اندازمون رو 72 dpi بر اینچ قرار بدیم که اندازه سندمون بود، اینجا هر پیکسل رو که تغییر بدیم به راحتی قابل دیدن هست. یعنی حتی یک پیکسل رو هم میتونیم به راحتی ببینیم و این اندازه یکی از مزیتاش همین هست برای وب. یعنی ما اینجا اگر یک اینر شادو که یک سایه داخلی هست، اینر شادو ایجاد کنیم و این رو تا انتها ببرم و نرمال بگذارم مود اون رو، سایز رو 0 و دیستانس رو 1 قرار بدید، اگر دقت بکنید این یک پیکسل در اینجا دیده میشه به راحتی. نه اینکه حالا در اندازه های بزرگتر دیده نمیشه، ولی در پرینت سایز که کنترل آلت 0 هست در اندازه های بزرگتر دیده میشه اگر ما بزنیم. ولی اگر بخوایم اون رو به یک اندازه وب در نظر بگیریم که یک اندازه معقول و در واقع استاندارد هست، نمیتونیم دیگه اون اندازه 300 رو ببینیم، باید خیلی بزرگ بکنیم اندازه رو و در اندازه واقعیش ببینیم. اندازه واقعی 72 پیکسل بر اینچ اندازه مناسبی هست. حالا میخوایم که این سایه رو برای اون اعمال کنیم. من سعی میکنم در اینجا به این دلیل این رنگ رو آبی قرار دادم که بهتر متوجه بشید. مود رو نرمال قرار میدم، از رنگ آبی اینجا استفاده میکنم و بعد تیره ترش میکنم. اوکی رو میزنم. حالا دیستانس بر روی 1 هست، سایز رو هم 1 میکنم و یا 2 قرار میدم. یک مقدار سایه به این دیستانس ما میده و از حالت سخت اون رو به یک حالت نرم تبدیل میکنه. اینجوری به این ترتیب اگر دقت کنید یک پیکسل ما به این صورت محو و نرم میشه. خب من همیشه آلت کنترل 0 رو میزنم که اندازه واقعی رو بتونم ببینم. یک سایه برای پشت اون در نظر میگیریم مثل این سایه که در اینجا هست. کلیک راست، داپلیکیت لیر، اوکی. لایه پایینی رو من افکتش رو برمیدارم، مشکیش میکنم، کلیک راست و رستیرایز لیر استایل. کنترل تی رو میزنم و اون رو پایین میارم به این ترتیب و همینطور با استفاده از آلت شیفت اون رو به این صورت کشیده میکنم. اینتر رو میزنیم، یک ماسک برای اون ایجاد میکنم. این مراحل شکل‌گیری آیکون هست. براشم رو انتخاب میکنم و سعی میکنم که با استفاده از رنگ مشکی این قسمت رو به این ترتیب پاک کنم و بعد اوپاسیتی اون رو بر روی 40 میگذارم. ایکس رو میزنم و قسمت های از رنگ رو برمیگردونم به این صورت.
میتونیم اون رو نازکتر هم بکنیم که و یک فیلتر ماشن بلر بهش میدم، بلر، ماشن بلر، و البته این فیلتر رو باید بر روی این لایر رو من در واقع اپلای میکنم ماسکش رو، کلیک راست، اپلای لیر ماسک، و خود لایر رو انتخاب میکنیم، بلر، ماشن بلری برای اون تعریف میکنیم به این صورت. کنترل تی رو میزنم و مقدارش رو باز هم کمتر میکنم. اوپاسیتی رو میتونیم بالا ببریم، برای 60 بگذاریم. براش رو انتخاب میکنیم، از قسمت نوار منو ابزار براش اوپاسیتی اون رو برای 40% قرار میدم. کنترل زد، یک ماسک ایجاد میکنم و سعی میکنم که با بزرگتر کردن براش این حالت رو برای این سایه ایجاد کنم به این ترتیب. خب این رو من سیو کنم که از دست نره. بسیار خب، حالا میخوایم که اگر دقت کنید یک حالت برفکی یا نویز روی این هست. قبل از اون باید این حالت سایه نوری که در اینجا در واقع ایجاد شده رو هم ایجاد کنیم. بر روی شیپ اصلیمون کلیک میکنیم، بر روی در واقع دابل کلیک بر روی بلندینگ آپشن اون و یک گریدینت اورلای برای اون تعریف میکنیم. از همون رنگ آبی سعی میکنم استفاده کنم. به این صورت اوکی میکنم و زاویه اون رو تغییر میدم، تیک ریورز رو بر میدارم. حالا میتونیم اون محلش رو به این صورت تغییر بدیم، خب، و اوپاسیتی اون رو کم کنیم تا حدودی، البته به این ترتیب. اوکی رو هم میزنیم. حالا یک حالت نویز رو باید برای اون ایجاد کنیم. یک کلیک راست بر روی این لایه میکنم، داپلیکیت لیر، اوکی. باز هم اون رو رستیرایز میکنم و رنگش رو به رنگ مشکی تغییر میدم. کالر اوورلای میگذارم و اون رو مشکی میکنم. حالا دوباره کلیک راست، رستیرایز لیر استایل، و این بار به فیلتر نویز اد نویز میرم و اینجا تیک مونوکروماتیک رو بزنیم که سیاه و سفید بشه. اون رو هم بر روی گاسیان قرار میدیم و به این ترتیب به یک امانت 15% برای اون قرار میدم و اوکی میکنم. مود رو بر روی اسکرین قرار میدیم به این صورت و اوپاسیتی اون رو دیگه پایین باید بیاریم تا هر اندازه‌ای که احساس کردیم لازم هستش. میتونید به این ترتیب هم یک نویز خوب رو بر روی آیکونتون اعمال کنید. اگر احساس کردید این نویز زیاد هست، مقدارش رو باید کمتر قرار بدید. اسکرین میگذارم و مقدارش هم اینجوری کمتر میشه. نویز رو هم به همین ترتیب راحتی میتونید ایجاد کنید. حالا میخوایم که این حالت در واقع یک حالتی که تو رفتگی یک جای پلاستیک رو بر روی اون ایجاد کنیم. ابزار رکتانگل تول رو انتخاب میکنم و به این صورت اینجا اون رو رسم میکنم بر روی همه لایه ها. دابل کلیک میکنم بر روی اون و یک کالر اورلای برای اون قرار میدم و از رنگ این آبی استفاده میکنم که بتونم همین آبی رو تیره تر در اینجا قرار بدم که مشکی نشه کارم. حالا یک سایه هم باید برای اون بگذارم. به راحتی از یک درپ شادو استفاده میکنیم، همه رو 0 میکنم به جز اولی که 1 هست و مودش رو بر روی نرمال، رنگ رو هم بر روی سفید میگذارم، زاویه رو هم 0 میکنم و یا اگر خواستم از این طرف باشه اون رو 180 میگذارم به این صورت. و حالا میتونیم در این قسمت با کم کردن اوپاسیتی
این حالت نوری رو در اینجا قرار بدیم. خب این هم تا اینجای کار. کنترل آلت 0 رو میزنیم و این رو به دست میاریم. کنترل تی میزنم و میتونم حالا با گرفتن آلت شیفت اون رو کوچیک کنم به سمت مرکز. باز هم آلت کنترل 0. حالا میخوایم این در واقع بخش رو اضافه کنیم. راندد رکتانگل تول رو انتخاب میکنم به این صورت و رنگش رو هم از همین رنگ استفاده میکنیم. اوکی. حالا همون اون در واقع گوشهایی که بهتون گفتم قفل رو برمیداریم و گوشه ها رو در سمت چپ 0 میکنیم و در سمت راست بر روی 25 میگذاریم به این ترتیب. کنترل تی رو میزنیم چون داریم از سی سی استفاده میکنیم، پس میتونیم به راحتی در اینجا بدون تغییر کردن رادیوس ها اون رو ترانسفورم کنیم در واقع به این ترتیب. این رو در اینجا قرار میدیم به صورت یک لایه جدا. حالا میخوایم که سایه بیرونی و درونی برای این قرار بدیم. در ورژن CC خوشبختانه در بلندینگ آپشن ها این گزینه اضافه شده که میتونیم ما هر تعداد که خواستیم درپ شادو، گریدینت اوورلای، کالر اوورلای، اینر شادو و استروک اضافه کنیم و محدود به یکی نمیشه. اگر بخوایم در ورژن های پایین تر این کار انجام بدیم باید لایه رو تکرار کنیم و این افکت ها رو برای اونها قرار بدیم. خب من از همین امکان استفاده میکنم، یک درپ شادو براش ایجاد میکنم، رنگش رو از همین رنگ و تیره تر میکنم اون رو و زاویه رو بر روی 0 قرار میدم. اوپاسیتی رو بالا میبرم و یک مقدار هم در اینجا پایین میارم. میبینید اینجا ما این خط رو در اینجا میبینیم. حالا برای سفید بودن اون یک اینر شادو براش میگذارم و این بار اون رو سفید میکنم. و مقدارش رو هم در اینجا پایین میارم. میتونیم از خود این رنگ استفاده کنیم و اینجا اون رو روشن تر کنیم. به دلیل اینکه من این تیک رو فعال کردم اینجا هر تغییری که بر روی دراپ شادو میدم اونجا هم اعمال میشه. این تیک رو حتما یوز گلوبال لایت رو بردارید. اینر شادو رو هم فعال میکنم و 180 این بار باید بگذاریم به این ترتیب. برای این هست که تغییرات خوب اعمال نمیشد. به این ترتیب میبینید اگر ما کم یا زیاد کنیم، اگر ممکنه در فیلم ویدیو خوب اون رو نتونید ببینید، ولی در تمرینی که خودتون دارید کار میکنید به راحتی میتونید این رو به طور محسوسی ببینید. و حالا در واقع باید یک حالت اوپاسیتی شفافیت اینجا ایجاد کنیم. بالای همین لایه به وسیله ابزار رکتانگل تول یک مربع رو رسم میکنیم تقریبا و اون رو سفید انتخاب میکنیم، رو بر روی آیکونمون قرار میدیم و حالا باید اون رو کلیپینگ ماسک کنیم بر روی این لایه. کلیک راست میکنم و کرییت کلیپینگ ماسک، کنترل تی میزنیم، اون رو برمیگردونیم به این ترتیب. شفافیت اون رو بر روی 40 میگذارم به این صورت. یک ماسک بر روی اون ایجاد میکنم و با استفاده از براش رنگ مشکی و اوپاسیتی 40% به این ترتیب این شفافیت رو اینجا ایجاد میکنم. میتونید حتی اندازه اوپاسیتی اون رو هم پایین تر ببرید. خب حالا میخوایم که یک حالت این دایره رو اینجا ایجاد کنیم. باز هم با استفاده از الیپس تول من این کار رو انجام میدم. یک دایره رسم میکنم اینجا و تقریبا در مرکز قرار میدم. بلندینگ آپشن رو فعال میکنیم و اینجا یک کالر اوورلای برای اون قرار میدم با همین رنگی که اینجا از بک‌گراند ما داریم استفاده میکنیم. یک اینر شادو برای اون اینجا اضافه میکنم
با زاویه 135 و رنگ اون رو تقریبا از خود این رنگ من استفاده میکنم و تیره ترش میکنم. اینجا سایز اون رو 2 پیکسل قرار میدم. به این ترتیب میخوایم یک حالت عمق برای اون ایجاد کنیم به این وسیله. حالا برای اینکه در این قسمت هم ما یک حالت روشنایی داشته باشیم، از این امکان خیلی خوبه بلندینگ آپشن استفاده میکنیم، یک اینر شادوی دیگه اضافه میکنیم، اما این بار زاویه اون رو دقیقاً عکس اون تغییر میدیم و رنگ رو بر روی تقریبا روشن یا سفید قرار میدیم. اوپاسیتی رو میتونیم کم کنیم اینجا به این ترتیب. کنترل آلت 0 رو میزنم و میتونیم ببینیم که یک میشه گفت دایره‌ای که عمق داره رو و تو خالی تقریبا هست رو ایجاد کردیم. یک دایره زیر این باید رسم کنیم. از همین دایره کمک میگیریم و یک داپلیکیت لیر ایجاد میکنیم. این دایره روی رو انتخاب میکنیم و کنترل تی میزنیم، یک مقدار سایزش رو کوچیک‌تر میکنیم. حالا دایره زیر رو انتخاب میکنیم، این دایره افکت هاش رو بر میداریم، اینر شادو و درپ شادو رو، کالر اوورلای اون رو یک مقدار روشن تر میکنم. اگر دقت کنید این اندازه وسطی یک مقدار نامیزون هست، اون رو انتخاب میکنم و کوچیک ترش میکنیم. به این صورت خواهد شد. حالا میخوایم که یک سایه برای این ایجاد کنیم. میتونیم از درپ شادو استفاده کنیم، اما در اینجا من میخوام از یک لایه زیر این لایه قرار بدم. این لایه رو انتخاب میکنیم، کلید کنترل رو نگه میدارید و یک کلیک میکنید، یک لایه زیر این لایه ایجاد میشه. براش رو من اینجا انتخاب میکنم و به وسیله براش این کار رو انجام میدیم. سفید رو در اینجا انتخاب میکنیم، یک کلیک میزنیم. به این صورت میتونیم اوپاسیتی اون رو بیاریم بر روی 50 بگذاریم، یک لایه دیگه ایجاد کنیم و این بار با فاصله در واقع کمتری این سایه رو در اینجا ایجاد کنم و باز هم اوپاسیتی رو بر روی 50 بگذارم. حالا میتونید خود کار رو که این لایه میشه انتخاب کنید و یک درپ شادو برای زیر اون ایجاد کنید. درپ شادو اینجا ایجاد میکنم و زاویه اون رو به پایین میاریم، 125 قرارش میدم، سایزش رو 2 میگذارم و اوپاسیتی اون رو پایین میارم به این ترتیب. حالا اگر اینجا 0 بگذاریم و اوپاسیتی رو هم باز پایین بیاریم، میتونیم یک حالتی به این ترتیب هم برش داشته باشیم. خب این درپ شادو رو من بر میدارم. همینطور که میبینید ما تونستیم تا اینجای کار این فرم رو از آیکونمون طراحی کنیم. برای داخل اون هم به راحتی میتونیم با ابزار پالیگون تول همین کار رو انجام بدیم. یک مثلثی من اینجا ایجاد میکنم، با لایه همه لایه ها قرارش میدم و اون رو به داخل میاریم. این دایره رو باز هم باید ما تغییر بدیم چون اندازه درستی نداره. الان مناسب هست. کنترل تی میزنم و این فرم رو هم کوچیک میکنم و میتونیم با استفاده از یک رکتانگل تول دنباله هم برای اون اضافه کنیم. به همین راحتی هر دو رو هم دیگه مرج میکنیم به این صورت. خب حالا برای نوشته، ما این نوشته رو هم با استفاده از فونت استاندارد گوگل من این کار اینجا انجام میدم. اگر نصب باشه که متاسفانه
فونت نصب نیست و از فونت ویندوز استفاده میکنیم. اگر بخوایم کیفیت اون حفظ بشه بهتر هستش که هر دو رو شیپ کنیم، کانورت شیپ، و هر دو رو با هم دیگه با کنترل ای مرج کنیم به این صورت. حالا یک گریدینت برای اون تعریف میکنم و اوپاسیتی رو بالا میبریم. در واقع میتونیم به راحتی به این صورت حرکت کنیم. اینجا من بر روی رفلکتد اون رو قرار میدم و ریورز میکنم. این چیزی است که در این آیکون هم رعایت شده. رنگ رو روشن‌تر میکنیم اینجا و این قسمت رو سفیدتر میکنیم. به این ترتیب آلت کنترل 0 رو میزنم و میبینید که به چه ترتیبی تونستیم یک آیکونی به این شکل رو هم با پلنینگ آپشن ها بسازیم و در بیاریم. تنها تفاوتی که در اینجا من میبینم در این قسمت یک سایه‌ای رو من اعمال کردم که میتونیم اون رو هم اعمال کنیم. من موو رو انتخاب میکنم، این دایره رو کلیک میکنم، با کلید کنترل پیداش میکنم این لایه رو. یک لایه بالای این لایه قرار میدم، اون رو کلیپینگ ماسک میکنم با استفاده از براش و اوپاسیتی بالا با رنگ همین یک مقدار تیره تر سعی میکنم که اینجا رو اینجا چون کالر اوورلای ما استفاده کردیم نمیتونیم اون حالتی رو که ایجاد میکنیم ببینیم، پس بهتر هستش که کالر اوورلای در این لایه رو ما رستیراج لیر استایل رو بزنیم به این ترتیب. بعد اگر ما اینجا رنگ رو اعمال بکنیم به راحتی در اونجا قابل دیدن هست. این کار انجام میدم، اوپاسیتی رو بر روی 40 میگذارم. ببینید که یک مقدار باز هم این کلید بهتر میشه عمقش. خب بیشتر هدفم این بود که با هم دیگه این تمرین رو کار بکنیم و وقت گذاشتم به این دلیل که اگه وقتتون رو گرفتم به این دلیل بود که روند کار رو با هم دیگه انجام بدیم. و همونطور که میبینید من واقعا آدم منظمی نیستم توی لایه بندی. این لایه بندی کردن هایی که برای پروژه ها انجام میدن یک هنر هست واقعا به نظر من و من فاقد این هنر هستم و شاید حوصله‌اش رو ندارم، نمیدونم. به هر صورت پیشنهاد میکنم اگر شما کار میکنید این کار رو انجام بدید و سعی کنید با اصول لایه بندی هم آشنا بشید، لایه هاتون رو به صورت منظم قرار بدید. خیلی مهم هست که متاسفانه من دیگه عادت نکردم و یه جوری شاید حوصله‌اش هم ندارم که این کار رو انجام بدم. اگر میتونید این کار رو انجام بدید و حوصله‌اش رو داشته باشید. خب خواستیم که در مورد آیکون ها در طراحی وب و اینها با هم دیگه کار بکنیم و اصول رو ببینید، تا حدودی اصولی که من کار میکنم رو ببینید. امیدوارم این اصول بتونه در کنار قواعدی که خودتون دارید کمکتون کرده باشه اگر که آشنا نیستید. اگر هم آشنا هستید دوستان که مطمئنا اینها راهکاری برای شما نخواهد داشت. مراقب خودتون باشید. امیدوارم این تمرین هم برای اون دسته از دوستانی که آشنا نیستن با این مسائل مفید واقع شده باشه و بتونید ازشون استفاده کنید. تا تمرین بعدی، خدا یار.